این غول بیشا خودم دستگاه IWM یا همون اینترنال ولدینگ ماشین هستش که یه دستگاه فیتاب و جوشکاری خط لوله است. این دستگاه اول به صورت دستگاه فیتاب وارد بازار شدن، ولی بعدها توی تکاملشون قابلیت جوشکاری پاس ریشه هم بهشون اضافه شد. روال کار به این صورتی که با دستگاه‌های ثابت تراش اول لبه‌های لوله رو کنیک میکنن، دستگاه داخل لوله قرار گرفته و نازل‌های جوشکاری که فرایند جوشکاریش هم میگمک هست با درز جوش از داخل فیکس میشه. 4 تا نازل جوشکاری داره. زمانی که این نازل‌ها رو فیکس کردن لوله ها به هم میرسن و خود دستگاه از داخل عملیات فیت کردن و گرفتن هایلو لوله رو انجام میده. به این صورت که چند تا کفشک پنوماتیکی داره که از داخل به جداره لوله فشار میارن و لوله ها رو فیت میکنن. بعدش هم با استفاده از فرآیند میگمک پاس ریشه انجام میشه، سرعت خیلی بالایی داره و پاسهای بعدی هم با استفاده از دستگاه اوربیتال زده میشه که قربونش برم دیگه همه چی شده مکانیزه، ولی خب کنار هر دستگاهی همیشه یه اپراتور حرفه‌ای نیازه. حالا که تا اینجا اومدی اگه ویدیو رو دوست داشتی لایک فراموش نشه.